کار در انگلیا در سکلاد آمازون، نایک، آدیداس، زارا و با مانند چنین سکلادها با معاش 3000 پوند جای خواب، راه پلی، ویزا همه بی پول با همین گونه سخنها مردم خودمان را با امید کرده پولشان را گرفته در دام خود می‌افکنند و ما امروز در همین موضوع برای شما می‌فهمونیم. رفتن با چنین راه‌ها آنها شما را به دام خود می‌افکنند. آنها یک تاجیک را می‌یابند و با باوری خود می‌دارند. از او طلب می‌کنند که اگر تو یک گروه تشکیل دهی ویزاگیری شما آسان می‌شود. و برای ویزا را گرفتن آنها از شما طلب می‌کنند که شما باید سرتیفیکات ایلتس را داشته باشید. سرتیفیکات ایلتس یعنی این سرتیفیکات میباشد که شما باید زبان انگلیسی را دانید و در حالت زبان انگلیسی را ندانستن آنها بر شما پیشنهاد میکنند که ما سرتیفیکات ایلتس را برای شما قلبکی تیار میکنیم با طریق ازبکستان و شما در این گونه فریب‌ها باور نکنید و پول هم ندهید. این همش یک سفسطه میباشد و آنها با این راه‌ها پول شما را میگیرند و میدوانند و یگان گونه ویزا نمیکنند. مردم زود باور نباشد و بر دام این گونه قلب‌ها غلطیده پول‌های خود را از دست ندهید. برای به انگلیا آمدن حاضر تنها با طریق فرم‌ها با سایت‌های افیشیالی میتونیم بیاییم یا که با ویزای توریستی و استودنتی و دیگر نمود راه‌ها حاضر وجود ندارد. در آخر گفتنیم که هوشیار باشین و زنده و سلامت باشین. تا ویدیوهای دیگر.